حالا به خاطر فروشی محصول ما در قسمت فروش ها میریم و فروش جدید کلیک میکنیم. در اینجا نخست از همه گدام انتخاب میکنیم که فروش ما از کدام گدام می باشه. فعلا یک گدام داریم، از اون خاطر دیفالت انتخاب شدگی می باشه. و در اینجا هم به شکل پیشفرض مشتری گذری انتخاب می باشه. در صورتی که شما با یک مشتری میفروشین که اونا قرضدار میشه از شما، در این قسمت باید اون مشتری را برشان حساب باز کنین. فعلا ما هیچ حسابی در سیستم نداریم جز حساب مشتری گذری که به شکل پیشفرض در قسمت ایجاد دیتابیس ایجاد میشه. حالا به خاطر ایجاد یک مشتری قسمت ایجاد کلیک میکنیم. در اینجا هم ما یک مشتری را ثبت میکنیم به نام قدوس مجددی و در اینجا هم شماره واتساپ شان نوشته میکنیم 0700 44 95 743 و ذخیره میگیم. در اینجا ما میتونیم که پیام واتساپ هم روان کنیم. خب به هر صورت فعلا وقتی کافی نیست پیام روان کنیم و مشتری را ایجاد کردیم در سیستم. وقتی که انتخاب محصول را کلیک میکنیم برای ما لیست محصولات اینجا ظاهر بشه و ما میتونیم فروش بکنیم. چی فروش میکنیم؟ انرژی چقدر داریم؟ 200 بسته موجودی داریم. در اینجا هم ما میتونیم که مشخص بکنیم که چی تعداد را میفروشیم. 100 بسته انرژی میفروشیم. قیمت فی بسته $40 است که به افغانی محاسبه شده 252,000 افغانی. حالا ما میخوایم این را خود ما به نرخ روز بفروشیم. در این قسمت کلیک میکنیم، دلار انتخاب میکنیم، بعدا در اینجا کلیک میکنیم و نرخ دلار را مشخص میکنیم. به نرخ چند؟ نرخ 66. تایید را کلیک میکنیم و بعدا افغانی انتخاب میکنیم. حال ببینید شما که 100 بسته 24 دانه‌ای به نرخ 66 فی بستهش 2640 افغانی محاسبه شده و مجموعش هم 264,000 افغانی شده. حالا میایم یک بار دیگه این نرخ تغییر میدیم و خوب اطمینان شما حاصل شود که نظر به نرخ لحظه‌ای میتونین که شما فروشاتتان انجام بدین. دوباره میایم در این قسمت دلار را انتخاب میکنیم و نرخ را از 66 به 65 تبدیل میکنیم. بعدا دوباره افغانی انتخاب میکنیم. حالا شما دیدین 100 بسته 24 دانه‌ای 2600 افغانی قیمتش و 260,000 افغانی مجموعش شده. قبلا 264,000 و چند صد بود، حالا 260,000 شد چون نرخ دلار را ما پایین کردیم. به این اساس شما میتونین که دیگه محصولات را انتخاب بکنین. آب معدنی میفروشین، 100 بسته و غیره و غیره محصولات. در اینجا هم شما میتونین مقداری را که از مشتری دریافت میکنین رسید بکنین. مقداری را که باید مشتری به شما پرداخت کنه 269,000 افغانی است. شما چقدرش را میخواین دریافت بکنین؟ فرضاً 69,000 افغانی را. در صورتی که لایت مود کنیم بهتر نشان داده میشه. 69,000 افغانی. و در اینجا هم اگر کدام تخفیف داشتین نوشته میکنین و اگر کدام مصرف هم بودجه نوشته میکنین. تخفیف را نگفتن امانه که به اساس فیصدی هم میذارین تخفیف بدین، به اساس رقم ثابت هم. و اینجا هم ذخیره میگین. خب در اینجا برای ما بل نشان داده میشه. شما ببینین که در توضیحات نوشته است مجموعه فروش 269,000 افغانی و پولی که پرداخت شده 69,000 افغانی. متوجه اگر شده باشین ما این توضیحات نوشته نکردیم. این توضیحات خود سیستم جنریت کرده به صورت هوشمند. قیمت را هم ببینید، قیمت خرید $25، فروش 2600 افغانی نظر به نرخ روز. و حالا که خزانه را هم چک میکنیم، در اینجا هم از 269,000 افغانی که 69,000 رسید شده بود برای ما در خزانه آمده و 2 لک افغانی مشتری قرضدار شده. این حال رسید مشتری را از کجا میکنیم؟ در قسمت روزنامچه هم ما میتونیم که برای مشتری رسید بکنیم. اینجا وقتی که مشتری را انتخاب میکنیم انتخاب بل هایش میه، کدام بل که هنوز پرداخت نشده برای ما نشان میده که توتالش هم نشان میده. ما میتونیم که از این قسمت پولی که مشتری به خاطر پرداختی بل میده رسید بکنیم. مثلا 2 لک افغانی. از 2 لک افغانی بیشتر پرداخت هم نمیتونیم چون 2 لک افغانی باید دمی بل پرداخت شود و ثبت میکنیم. حالا که خزانه را میبینیم 269,000 افغانی رسید شد و همچنان حساب قدوس مجددی را میبینیم، بل هایش هم میبینیم، بل هایشان باقی ماندهش صفر شده و مکمل پول رسید شده.
بالا اینوایسشان کلیک میکنیم و برای ما نشان میده که 2,69,000 افغانی مکمل پولشان رسید شده. تشکر از توجهتان.